وقتی که بازیگر نوبتی نامدار اروپایی به النصر رونالدو میپیوندد، این الکی معنای آن را دارد که آن نفر بر عوض گرفتن پولهای زیادتی الکی پیشکی با شرط و نازهای رونالدو راضی بوده، باید که وقتی تلاش‌های گلزنی ارسال‌ها را فقط به سمت رونالدو نماید. در صورت مقابل چون این نفران را تقدیر ناخوش مثل تالیسکا و ونسان ابوبکر به زودی انتظار است. خلاص که نوبت کسی دیگر نه و خود کینگسلی کمان از باواریا به صف النصر پیوست. میونخنی‌ها از این ترانسفر 35 میلیون یورو به دست آوردند. مهلت شرطنامه کمان با تیم سعودی باشد تا سال 28 بوده. معاش موسمیش 20-25 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. این مهاجر هجومکار 29 ساله که در حیات فوتبالی خویش فقط و فقط جایزه گرفته است، ممکن این عنعنه را در دسته سعودی رونالدو هم رایج کند.